سوال همین که من هم موضوعی درباره حاجی که باید کردید ذکر کردم گوش کردم همون حدیثی مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک شخصی اومد که مثلا طعامش حرام بود، مولش حرام بود، باورش حرام بود، حاجش قبول نمیشد. بله. همین اطراف برای که مثلا آدم وقتی که نیت کند مثلا حج به میرم بوده اکو خیلی طعام‌های شبهه‌ناک استعمال کردن موندگی باشه به مانند مثال شیره و همین که اولتا برای حلقه کلش خوب کردن یک مدتی معین خیلی برای که همی و ذکر کردن پیش از اونه که رفتن چه تیاری بینیم شب تیار بینم بودن اولش این که به هر یک گناهی که شد توبه میکنید. اگر در بین مالتان همین پولی که به حج میروید حرکت کنید از تجارت یا از کاری بیشبهه باشد. آن کارهایی که مثلا فکر میکنید که همون کارها حرام است مقدارش جدا میکنید. یعنی از همین 5000 سومی که در دستتون است چند مقدارش حرام است انواع پولهای جدا میکنید. از وای پولها اگر حرامی محض باشد خلاص میخورید. پول قمار است، پول ریبا هست، مثلا پول عرق است، پول نارکوتیک است، پول قمار است. اینا پول را جدا میکنید و از وای تخلص میخورید، خلاص میخورید. یعنی میتید به یک آدم. سبحان الله. یا برادر ما بود حدیثی همین حدیثی که از گفتید و مطعمه حرام و ملبوسه حرام در کعبه شرح میتید برای تاجیکایی که عمره اومدین. این تقریبا 15 سال پیشتر با هم یه بچه میگوید که من در روسیه دزدی میکردم. میگوید روسیه میرفت هم کدام خانه ای که تاجیکا زندگی مونه همونجا میداره یگام زندگی مونه همونجا خوب شروع پولش میگیرد کارخانه ها میرد هم یک استرایکی که مثلا 100 نفر تاجیک زندگی مونه خیلی پول میدزدد همین خیلی میگشته است خیلی پولی کلان کار کرده است. خلاصه همین آدم عمره اومده است فقط پول دزدی اومدگی گفت است همین خیلی. بعد از یک آدم خانه نو خریده بود است از دوشنبه 5 خانگی خانه های نوسترایکه ها از مرکزی شهر خانه خریده بود است به همون پولای دزدی همه خیلی خانه ها دارم. گفت این برادر ما میگوید که همش فروشو خلاص خوره وای چیزا از نو سر کن زندگی. گفت خوب میگوید در قرارت قلبش نیت میکند که همون خانه میفروشم همین پولای دزدی های تا میتونم صاحبانش رو برمیگردونم. گفته نیت میکند و وقتی نماز نزدیک شود کعبه میفرواد یکم تجبه سه میتجندش صحبت میکردن کعبه میفرواد پایان به اون وقتا اجازت بود کعبه میفرواد و پیش کعبه اند نماز میخواند و عجایبی کار همون صاحبی دام کرده یان بیان نماز خوانده است. بعد میگوید که تو منبع میگوید یک خانه ته میگوید یک خانه ته من این خانه میفروشم یک خانه ته من کم پولش میتیم میگوید. مقصد همین خیلی من یک آدم پرسیدم پولم حرام بود میگوید و من باید فروخته صاحب باشه پول تیم گفت مایلی میگوید تا آغاز فراموش کردم یا نصیحه داد یا بی پول دادگی است. وقتی که نیتش میگوید که باز من فراموش کردم یعنی همون صاحبی دام یا یک خانه پول رو بی پول دادگی است مایلی و خانه فروش صاحباش بته یک دیگه خانه من تو دادم گفته یا اینکه همین طلبش اجرا کرد نصیحه دادگی است. یعنی که به فکرم بی پول دادگی بود برای اونکه بین چند جا نقل میکردم هم برادر نقل کرده بود. یعنی سبحان الله وقتی که نیت کرد از حرام پاک شدن همون لحظه الله تعالی یعنی یاردم کرد. اگر دانید مثال به قدری همون شبهه هاش جدا کنید و خلاص خورید. اما این یک دو چیزی حرامی خوردگیه اینه توبه میکنید و من بعد برای خوردن چیزهای حلال یعنی که سخت‌تر میستید. و بعضی علما میگن که یک آدم گناه کند مثال فاسق شد فرض کنیم عرق نوشید فرض کنیم مثال خوک خورد کی به صالح میشد میگن بعد توبه 6 ماه اگر دیگر همون گناه نکند یعنی دیگر گناه‌های هم نکند ثانی شخصی صالح گفته میشد. بعد توبهش 6 ماه گذرد اگر میگم. برای همین اگر خودتون بین خودتون حساب کتاب کنید توبه کنید ان شاء الله الله تعالی غفور و رحیم است ذات مهربان است گناه‌های بسیار گناه‌های کلان همشه میبخشد. و یکم سلامت باشه.